و سبکی در طبقات شافعی کبرا از غزالی یک نقلی کردند، میگن که غزالی وقتی که علم میگیرد و به شهر خودش روانه شده میستد، در خورجینش کتابها داشت، چیزهایی که نوشته بود علم را، دزدها میدزدند. بعد از خفای دزدها میدعوت، التماس میکند، به نام الله میترساند که ای مردم، آن چیزی که در این خورجین ها هست این علم است، این پول و مال نیست، چیزی که به شما در کار از این چیز شما فایده هم نمیگیرید. بعد گفت که چی است؟ گفت همین تعلیقات من از هر چیزی که من علم گرفتم نوشتم. حتی میگویم که بعضی ها مبالغه کرده، همه چیز رو نوشته بود، یگان چیز حفظ نکرد. حتی و علیکم السلام و رحمت الله گفتن به سلام کسی هم نوشتگی بود. یا آدم سلام تید از کتابا خوانده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میگفت، میگن شاید مبالغه باشه، یعنی حفظ نکرد هیچی رو. بعد دوست نصیحت میکنه، اول مسخره میکنه، عیب میکند که آخه این علم باید به حفظ میکردی. بعد میگن رفته علم گرفت. و این وزیر نظام الملک هم نقل کرده است در بعض کتاباش. وزیر میشناسید؟ وزیر نظام الملک وزیر الپ ارسلان بود و وزیر فرزنداش نبیره هاش بود. یک وزیری کلام گذشته است، وزیری سلجوقی ها. و هم در بعض کتاب هاش همین قصه نقل میکنه. مقصد همین که علم را باید انسان حفظ کند. طالب علم باید علم را حفظ کند. برای یکی از فایده های علم همین که علم در هر کجایی که عالم هست، علم همراه خودش هست.